سلام، من رسول حسینی هستم و اینجا کانال رسول شورت برای آموزش ثبت نام لاتاری و شرایط استفاده از این موقعیت خیلی خوب در خدمت شما هستم. ادامه ویدیو همراه. ویزای لاتاری یا همون دایورسیتی که نام داره به تعداد 55,000 تا سالیانه انجام میشه که خیلی از مردم برای اینکه بتونن اقامت ایالات متحده رو داشته باشن اقدام ثبت نام انجام میدن. لاتاری در واقع چرا اسمش اصلا لاتاری چون قرعه کشی و به صورت شانسی انجام میشه، یعنی باید فقط شانس داشته باشید که این اتفاق بیفته. هیچ شخصی توی انتخاب شما دست نمیتونه داشته باشه. شرایط ثبت نام و اینکه چه اطلاعاتی میخواد من در ادامه ویدیو براتون میگم که ویزای لاتاری که به صورت کاغذی بود در 15 سال قدیم الان مثلا آنلاین شده و شما خیلی راحت میتونید با مراجعه با حتی با گوشی یا با کافینت در نزدیکترین محل انجام بدید. و اینکه برای اینکه بتونید شما ثبت نام کنید اول پاسپورت احتیاج دارید، به آدرس محل سکونت و شناسنامه که باید به صورت دقیق داخل سیستم انجام بشه که شما بتونید ثبت نام انجام بدید. اگر سرپرست خانواده هستید که فرزند زیر 21 سال مجرد و سربازی نرفته یا معافیت داره، شما میتونید اونم زیر نظر خودتون ثبت نام کنید. اگه احیانا شما برنده بشید ایشون هم میتونن با شما تشریف بیارن یا همچنین خانواده‌تون. ولی اگر میخواید که 2 تا شانس داشته باشید میتونید هم خودتون ثبت نام کنید با بچه‌تون، هم زنتون با بچه‌تون. اینجوری 2 تا شانس دارید که بتونید برنده این لاتاری بشید. لاتاری اصولا مهاجرتیه، یعنی اینکه شما فقط یه ویزا دارید که بتونید به آمریکا سفر کنید. اینطوری نیست که تمام هزینه ها و تمام مبالغ رو بهتون پرداخت کنن. شما برای اینکه بتونید به آمریکا سفر کنید حداقل نیاز به $2000 سرمایه اولی دارید که بتونید چند ماه اول تو آمریکا رو سپری کنید تا بتونید کار یا منزل مناسب خودتون رو پیدا کنید. و بعد از اینکه به نامتون درآمد که 11 اردیبهشت اعلام نتایج، حدود چند ماه شما فرصت دارید ثبت نام کنید نتایج رو ببینید. بعد از که بهتون درآمد، احیانا اگر که فراموش کردید که بفهمید به نامتون درآمده یا نه، شما اون ویزا رو از دست دادید. اگه به نامتون در بیاد هیچ اطلاع رسانی به شما انجام نمیشه. پس بهتره که به موقع نگاه کنید و مطلع باشید. بعد از انجام ویزا که شما به نامتون درآمد، به اولین سفارت خارجه مراجعه میکنید و اونا مراحلشون به شما آموزش میدن که باید چیکار کنید. برای اینکه حالا از نظر شخصی من که بدونید بهتر بهتون کمک کنم، برای اینکه بتونید تو آمریکا موفق بشید سعی کنید یه مدرکی که دارید، هر رشته‌ای، هر سمتی تو ایران، تو هر کشوری دارید، بهتر ترجمه شده باشه به زبان لاتین که اونور به درتون خیلی میخوره. و حداقل مدرکی که باید داشته باشید برای ثبت نام تو لاتاری دیپلمه. چون ایالات متحده آمریکا شخصایی که بناشون در میاد میبینه که این چه مزیتی میتونه برای جامعه و کشور من داشته باشه. پس شما باید یه هنری داشته باشید و یه شهروندی که تو ایران هیچ کاری نمیتونه کنه تو آمریکا بره هیچ به دردش نمیخوره. تو ایران باشه بهتر زندگی کردن. انشالله که توضیحات مفصل باشه و بهتون کمک کرده باشه. به امید دیدار همتون، موفق و پیروز باشید.